دادگاه اولی تاجیکستان خوجا کریموف ملقب به خوجا کماندیر یکی از بهرمترین فرماندهان صحرایی فرانت خلقی در سالهای جنگ شهروندی را به 14 سال زندان نظامش پرزور محکوم کرده است. در این باره یک منبع از دادگاه اولی روز 19 مارت به رادیوی آزادی خبر داده است. به گفته این منبع حکم خوجا کماندیر هنوز ماه فوریه صادر شد ولی تا حال حکم قانونی نگرفته است، چون که نزدیکان وی به مرحله کاساسیونی دادگاه اولی شکایت بردند. تفصیلات حکم فرمانده در گذشته پرنفوذ در منطقه غازی ملک وادی وخش اعلان نشده است، ولی قبلا گفته می شد که خوجا کریموف به دست داشتن در جنایت‌های سنگین چون کشتار، آدمربایی، گروگانگیری، تشکیل گروه مسلح غیر قانونی عیبدار می شود. خوجا کریموف بعد تقریبا 20 سال فرارش از تاجیکستان روز 30 ایول سال 2019 در دبی دستگیر کرده ماه فوریه سال 2020 از امارات به دوشنبه آوردند. مقامات تاجیکستان از سال 2008 خوجا کریموف را بر اساس 7 بند کودکس جنایتی از جمله کشتار، آدمربایی، گروگانگیری، بندیتیسم، تشکیل گروه مسلح غیر قانونی تحت جستجوی بین المللی قرار داده بودند.